روز بخیر خدمت شما زبان آموزان گرامی. با آموزش داس دویچه آلفابت در خدمت شما هستیم. ابتدا با هم دیگه میریم یه دور ادا کردن حروف آلمانی رو گوش میکنیم و برمیگردیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z SZ A Umlaut O Umlaut U Umlaut. خب عزیزان، همونطوری که شنیدید تلاش خودمون رو کرده بودیم ادا کردن صحیح حروف آلمانی رو براتون به اجرا در بیاریم. هر چقدر بتونید نزدیکتر به این نحوه ادا کردن حروف آلمانی رو بیان کنید، طبیعتاً کیفیت صحبت کردن شما به زبان آلمانی افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل نیاز هست چندین مرتبه همین قسمت اول رو گوش کنید و همزمان با صدای بلند تکرار کنید تا در ذهن شما نهادینه بشه. حالا با هم دیگه دوباره میریم همون ادا کردن حروف آلمانی رو با ذکر یک مثال با هم دیگه گوش میکنیم و برمیگردیم. A A wie Apfel B B wie Bett C C wie Computer D D wie Deutsch E E wie Elefant F F wie Frage G G wie Garten H H wie Hotel I I wie Internet J J wie Jacke K K wie Kaffee L L wie Lampe M M wie Mann N N wie Name O O wie Opa P P wie Pullover Q Q wie Quarantäne R R wie Regen S S wie Sonne T T wie Telefon U U wie Uhr V V wie Vogel W W wie Wein X X wie Lexikon Y Y wie Yoga Z Z wie Zahn SZ SZ wie Fußball Ä wie Äpfel Ö Ö wie Österreich Ü Ü wie Überraschung.
خب عزیزان، قسمت بعدی بوخشتابن کمبیناسیون هست یا همون حروف ترکیبی. 4 مورد رو با ذکر مثال اینجا براتون آوردیم، میریم بررسی کنیم ببینیم به چه شکل هست. S C H که همیشه صدای ش میدن، مثل شاینن. ch بعضی وقتا صدای خ میده، بعضی وقتا صدای х میده، مثل باوخ یا مونشن. اینجا صدای х میده، مونشن. این ها که صدای х میده متفاوت هستش از ش. باید زبونتو پایین لثه های پایینیت بذاری و زبونتو به لثه ها بچسبونی و х بگی. مونشن. وقتی که قبلش حرف آ بیاد یا آو بیاد صدای خ میده. اگه قبلش ای بیاد یا ا بیاد یا او املاوت یا او املاوت بیاد صدای ش میده. TSCH صدای چ میده. در زبان آلمانی تلفظش خورده با زبان فارسی متفاوته، انگار که صدای ت و ش رو میخوایم با هم تلفظ کنیم. Deutsch Tschüss DSCH اصلا چیز عجیب غریبی نیست، همون ج، ولی خب با 4 تا حرف نشون داده میشه. البته مثل خود چه در زبان آلمانی خود متفاوته، میگیم ج. کاغچ. مورد بعدی دی وکالن هست یا همون حروف صدادار که از 8 حرف آ، او، او، ا، ای، آ املاوت، او املاوت و او املاوت تشکیل شده اند. با کمک گرفتن از این حروف صدادار میتونیم کلمات آلمانی رو راحت تر بخونیم. همونطوری که در تصویر مشاهده میکنید یک مثالی رو برای شما اینجا به نمایش گذاشتیم که اون رو با هم بررسی میکنیم. کلمه اوباراشونگ به معنی سورپرایز هست. حروفی که با رنگ قرمز توی این کلمه مشخص شدند همون حروف صدادار هستند. با توجه به اینکه تعداد حروف صدادار در این کلمه 4 عدد می باشد، ما برای تلفظ این کلمه ابتدا کلمه رو به 4 قسمت تقسیم می کنیم و اون رو در 4 بخش تلفظ می کنیم. توجه کنید: او، با، را، شونگ. و حالا اگر کم کم سرعت خوندن رو افزایش بدیم، در انتها بعد از چند بار بیان کردن میتونیم اون رو سریع بگیم. توجه کنید: او، با، را، شونگ. او، با، را، شونگ. او، با، را، شونگ. او، با، را، شونگ. با این تکنیک میتونیم تلفظ کلمات آلمانی رو راحت‌تر انجام بدیم. مورد بعدی دی وکالن کمبیناسیون هست که از ترکیب حروف صدادار به دست میان. در این جدولی که در این ذیل برای شما به تصویر کشیدیم، دی وکالن کمبیناسیون رو با ذکر یک مثال مشاهده میکنید که در ادامه به بررسی اونها میپردازیم. او ای که صدای اوی میده، پولاروید. ای او هم همیشه صدای اوی میده، البته استثناءات وجود داره. اوروپا و آ املاوت او باز هم صدای اوی میده، هر سه تا اینا صدای اوی میدن. ترایم. آی که صدا آی میده، مثل مای. ای هم صدای آی میده، مثل هایمت. او همیشه صدای آو میده، مثل آوگن. این دوتا اکثر مواقع صدای ای کشیده میده. انرژی. خب دوستان، رسیدیم به آخرین قسمت. میخوایم مقداری با هم راجع به دی املاوته صحبت کنیم. همونطوری که در تصویر مشاهده میکنید، در قدیم حروف املاوت دار با نماد ای کوچیک در بالای اون نمایش داده میشده که به مرور زمان تغییر کرده و با 2 نقطه بالای هر کدوم از حروف در حال حاضر نمایش داده میشه. از اونجایی که در زبان انگلیسی
حروف املائوددار وجود ندارند و چنانچه بر حسب ضرورت نیاز داشته باشید کلمه آلمانی رو به زبان انگلیسی جستجویی بکنید، میتونید به راحتی با قرار دادن یک بعد از اون حرف املائود رو حذف بکنید و به معادل انگلیسی اون تبدیل کنید و اون رو جستجو کنید یا هر موردی رو که مورد نیازتون هست به کار ببندید. در انتها با ذکر یک مثال این آموزش رو به پایان میرسونم. همونطوری که در تصویر مشاهده میکنید کلمه گبوید تکنیک، این کلمه یک حرف املائود داره، آ املائود هست که ما اگر خواسته باشیم این رو به زبان انگلیسی در اینترنت یا در فضای مجازی سرچ بکنیم با حذف املائود و اضافه کردن بعد از آ میتونیم به زبان انگلیسی درباره اون تحقیق کنیم. پیشنهاد میکنم برای تمرین همین کلمه گبوید تکنیک رو در اینترنت سرچ بزنید و نتیجه بررسی های خودتون رو به صورت مختصر با ما زیر این آموزش به اشتراک بذارید. تشکر میکنم از توجه شما به این آموزش. امیدواریم که بهره کافی رو بتونید از این آموزش بسیار کاربردی ببرید. برای اطلاع بیشتر از دوره‌های آموزشی ما میتونید با راه‌های ارتباطی که در این بالا برای شما به نمایش گذاشتیم با ما در ارتباط باشید. لطفاً با لایک، کامنت و معرفی به دیگران از ما حمایت کنید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.